قیمتی ترین مساله جهان چیست؟ طلای سرخ را می شناسید؟ وقتی نام زعفران می آید خیلی ها به یاد کشورهای مختلفی می افتند. اما آیا می دانستید که برای چندین سال متوالی انستیتوت بین المللی ذائقه در بروکسل زعفران یک کشور خاص را به عنوان با کیفیت ترین و عالی ترین زعفران جهان انتخاب کرده است؟ بله، زعفران افغانستان، محصولی که نه تنها اقتصاد دهقانان را تغییر داده بلکه بازارهای جهانی را هم تسخیر کرده است. در این ویدیو قرار است با هم سفری کنیم به قلب مزارع بنفش هرات و ببینیم چرا این گیاه کوچک با ارزش تر از طلا شده است. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا رازهای ناگفته طلای سرخ افغانستان را برملا کنیم. بیایید از اینجا شروع کنیم. چرا افغانستان؟ مگر این خاک چه دارد؟ پاسخ در اقلیم منحصر به فرد ولایت هرات نهفته است. بیش از 90% زعفران افغانستان در خاک‌های حاصلخیز ولایت هرات و ویژه ولسوالی‌های غوریان و پشتون زرغون کشت می شود. زعفران برای با کیفیت شدن و زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشک ضرورت دارد. دقیقاً همان چیزی که اقلیمی نیمه خشک هرات به این گیاه هدیه می دهد. خاک این مناطق سرشار از مواد معدنی است و جالب ترین که سیستم آبیاری و کم آب بر بودن این گیاه باعث شده که شیره وجود خاک مستقیما به عطر و طعم تارهای زعفران تبدیل شود. در واقع این طبیعت خاص هرات است که این معجزه را خلق می کند. اما چطور این محصول توانسته مقام اول را برای سالهای متوالی کسب کند؟ راز اول ارگانیک بودن آن است. دهقانان افغانستانی هنوز هم بر روش‌های سنتی و بدون استفاده از کود و یا سموم کیمیاوی مضر این گیاه را پرورش می‌دهد. راز دوم در تارهای این زعفران است. اگر به زعفران افغانستان نگاه کنید، رشته‌های آن بلندتر، ضخم‌تر و دارای رنگ سرختر و تیره یک دست است. در آزمایشگاه جهانی 3 فاکتور بررسی می شود: کروسین برای رنگ، پیکروکروسین برای طعم و سافرنال برای عطر. زعفران افغانستان در هر 3 فاکتور نمرات خیره کننده بالاتر از استانداردهای جهانی ثبت کرده است. به همین دلیل است که یک پری کوچک از این زعفران می تواند یک دیگ غذا را کاملا عطرآگین کند. تولید زعفران کاری آسانی نیست. یک هنر ظریف و طاقت فرسا است. برای به دست آوردن فقط 1 کیلو زعفران خشک نیاز به پاک کردن حدودی 150,000 گل بنفش است و اینجاست که نقش قهرمانان واقعی این داستان روشن می شود. زنان زحمتکش افغانستان. بیش از 80% پروسه جمع آوری و جداسازی تارهای زعفران توسط بانوان انجام می شود. ظرافت دستها و دقت بالای آنها باعث شده که تارهای زعفران بدون آسیب و با بالاترین کیفیت ممکن پاککاری شود. این صنعت نه تنها به اقتصاد کشور کمک کرده بلکه بزرگترین منبع اشتغالزایی و استقلال مالی برای زنان روستایی در افغانستان بوده است. بیایید کمی هم از اعداد و ارقام گپ بزنیم. قیمت هر کیلو زعفران عالی در بازار داخلی افغانستان بین 80 تا 110,000 افغانی و در بازارهای جهانی از 1200 تا 2000 دلار ارزش دارد. این محصول به کشورهای بزرگ مثل آمریکا، امارات، چین، هند و اسپانیا صادر می شود. اما ارزش واقعی این گیاه فراتر از پول است. زعفران در افغانستان به عنوان کشت بدیل کوکنار شناخته می شود. این گیاه مقدس توانسته زندگی هزاران دهقان را تغییر دهد و جایگزین خشخاش شود. زعفران به جای جنگ و نابودی، صلح و آبادانی و افتخار بین المللی را به ارمغان آورده است. طلای سرخ افغانستان تنها یک مساله یا ادویه نیست. داستان استقامت، سخت‌کوشی و پتانسیل پنهان در خاک پاک این جغرافیا است. محصولی که با وجود تمام چالش‌ها پرچمدار کیفیت در جهان باقی مانده است. حالا شما برای ما بنویسید. آیا تا به حال طعم زعفران افغانستان را چشیده اید؟ به نظر شما چطور می توانیم صادرات این محصول را بیشتر توسعه بدهیم؟ اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما دکمه لایک را فشار دهید، کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال سازید
تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. تا ویدیوی بعدی شاد و کامگار باشید.